یک اصول سنتی استحصال انگشت در شهر موصل عراق 200 سال باز استفاده می شود. اصول ساده چنین است که هیزم نیم سوخته را زیر گل و ریگ می کنند که در نتیجه از اکسیژن محروم و خشک می شود. طریقه الفحم طوری میبینید ما اول هیزم جمع میاریم. این هیزم ها را خریدیم. بعد آن را سوزانیده زیر گل میکنیم. کارش از 4 مرحله عبارت است. طریقه الفحم 3-4 مراحل. در عهد معاصر ما این اصول وقت و زحمت طلب به تدریج در موصل نیست می شود. اما چند خانواده هست که با همین اصول قدیمه تولید انگشت درآمد می گیرند. من الصبح للعصر. ما از ساعت 8 صبح تا شام کار میکنیم. به صحتمون ضرر دارد. هیچ کس هم این کارو کردن نمیخواد زیرا افلاس است. پر از چنگ و دود. عین زمان کار آسان است که از دست همه میآید. انگشت را به رستوران‌های شهر می‌فروشند چون برای کباب‌پزی خوب است. حالا رستوران‌ها هم از انگشت رو تافته به انگشت وارداتی رو آوردند. بعضی رستوران‌ها انگشت وارداتی را استفاده می‌برند که ارزان و بهتر است. از آن سبب ارزان است که حکومت استحصال کنندگانش را دستگیری می‌کند. حکومت ما هم باید به ما برای بهتر ساختن محصولات کمک کند. اصول استحصالی ما از زمان اجدادمان تغییر نیافته است. با گفته کاسبان اینجا کارشون سخت‌تر می شود چون هیزم در موصل کمچین شده است. در موصل که از بیکاری و خرابی های جنگ با داعش در سال 2017 رنج می کشد، این مردم علاج به غیر از ادامه کار قدیمی ندارند که آن هم به تدریج از بین می رود.